و سرای تکراری هم گل که بازیگران خوجان با دفعه توجه میکنیم که چگونه امکانیت برای اونها پیدا گردید و ما از جانب عقابان شهر خوجان یک گل زیبا را دیدیم. اکنون امکانیت برای بازیگران دسته باغچی پیدا میشود و حساب برابر گردید، اما نه، خورسندی بازیگران دسته باغچی در دوام نکرد. با هجوم دسته خوجند امکانیت ادامه دادن است. دلیر شریفوف با توپ با جریمه گاه وارد میشود. ببینید که چگونه یک ضربه دلیف ارسالی و با داخل جریمه گاه ضربه به سمت دروازه. بازیگران دسته خوجند توپ را صاحب گردیدند. دلیر شریفوف با توپ حرکت کرده ایستاده است. امکانیت ضربه زنی میجوید، ضربه به سمت دروازه و توپ را از دست دادن بازیگران دسته باغچی. یک حمله عالی از جانب باغچی به وجود آمد. یک توپ را با خیلی عالی از جانب بازیگران دسته خوجند به مشاهده میرسد. یک ضربه دیگر به سمت دروازه هم بود. رقابت وارد کردند در هیئت دسته باغچی، بازی را خوب میگردانند. یک امکانیت برای بازیگران دسته باغچی با تاجیکستان. یک امکانیت برای بازیگران دسته خوجند پیدا میشود. ضربه و گل به قید گرفته میشود. حساب 2-0. نه، اینجا دوباره رقابت اشاره میکنه. هجوم ادامه می‌یابد. پس با داخل جریمه گاه ورچند رامین دوبه جایش انجام داد ولی موفق نشد. یک امکانیت دیگر برای بازیگر برده رساندن. یعنی یگان بازیگر نیست که در داخل جریمه گاه با سمت دروازه ضربه راست زند. یک ضربه دیگر از جانب رامین دوبه گاه از ازبک دلیف، ضربه به سمت دروازه. پس با کنار راستی میدان با علیشیر شکوروف یوگنی ترزی ضربه میزند و توپ از میدان بیرون شد. در جریان دارد و با این ترتیب دوستان عزیز صدای هشتک نوروز واحد بلند می شود. غلبه نوبتی خویش را به دست آورد. مخلصان این دسته را ما تبریک میکنیم که موسم نوبتی را آنها با غلبه با انتها رسانیدند. فوتبال را پیگیری کنید. خیر.